در حالی که بحث بر سر مسئله هسته‌ای کشورمان مدت هاست به موضوع اول محافل بین‌المللی تبدیل شده و اظهارات سران کشورهای غربی مبنی بر ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی و تکذیب آن توسط مقام‌های ارشد نظام به مناقشه‌ای بی‌پایان بدل شده است، مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا گفته است که ایران از توانایی علمی، فنی و صنعتی تولید بمب اتم برخوردار است و به زودی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جیمز کلاپر روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا با تاکید بر اینکه پیشرفت فعالیت‌های غنیسازی اورانیوم در ایران افزایش یافته تصریح کرد جمهوری اسلامی برخلاف ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی آن در پی به دست آوردن تسلیحات هسته‌ای است. وی با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تعداد سانتریفیوژهای تأسیسات غنیسازی ایران از 3000 دستگاه در سال 2007 به 8000 دستگاه در سال 2010 افزایش یافت که 4800 عدد از آن عملیاتی است. And the reason I do that, of course, is because this is the Muslim Brotherhood is prominent in what's going on now in Egypt and elsewhere in the Mideast. The term Muslim Brotherhood is an umbrella term for a variety of movements. In the case of Egypt, اظهارات رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا تنها 2 هفته پس از گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان شده است که در آن گفته بود که ایران از تعهدات منع تکثیر سلاح‌های اتمی خود منحرف شده و حاضر نشده که داده‌های بیشتری درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه کند. مدیر کل آژانس انرژی اتمی که گزارش خود را 6 اسفند ماه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس قرار داد، در بخشی از این گزارش آورده است که جمهوری اسلامی ایران شماری از تعهدات خود را برای روشن نمودن موضوعات ناتمام باقی مانده که موجب نگرانی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای آن است، اجرا نمی‌کند. در همین حال روز چهارشنبه و در پی گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 طی بیانیه‌ای از ایران خواستند تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. گریگوری برتنیکوف، سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای که به نمایندگی از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی چین، آمریکا، روسیه، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان ارائه می‌کرد گفت: ما با هدف و روحیه همکاری به مذاکرات ژنو و استانبول آمدیم و در جریان مذاکرات استانبول ایده‌های سازنده زیادی برای تقویت اعتمادسازی و بهبود مذاکرات با ایران مطرح کردیم. و همچنین افزود در حالی که تلاش‌های ما هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت، کماکان از ایران می‌خواهیم روحیه همکاری از خود را نشان دهد. موضوع چالش بین ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای در ماه‌های اخیر شکل جدیدی به خود گرفته است. کشورهای غربی ایران را همواره متهم می‌کنند که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای به دنبال دستیابی به سلاح اتمی هستند. از سوی دیگر دولت ایران ضمن رد این اتهامات فعالیت‌های خود را صلح‌آمیز دانسته اما بر تداوم غنیسازی اورانیوم تاکید داشته است. تاکنون 6 قطعنامه که 4 قطعنامه آن اعمال تحریم بوده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران صادر شده است، اما جمهوری اسلامی در واکنش به این موضوع ضمن عدم پذیرش قطعنامه‌ها آنها را کاغذپاره، بلا اثر، سیاسی و احمقانه خوانده است. من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذپاره است. واقعا هم کاغذپاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. اونا اشتباه میکنن. ملت ایران از یه مرزی عبور کرد. خیلی از اینا اینقدر دروغ گفتن راجع به ایران خودشون باور کردن. خیال میکنن ایران یه بیابونی است، همه مردم گرسنه، فقیر، توی مثلا آلونک زندگی میکنن و نون نیست و غذا نیست و به نظر می‌رسد به رغم واکنش صریح مقام‌های کشورهای غربی و منطقه در خصوص اهمیت صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، باز هم مقام‌های کشورمان کوششی در جهت اعتمادسازی با این کشورها نمی‌کنند و با بیان برخی گفته‌ها و مواضع بر دامنه این مناقشه می‌افزایند.
این در شرایطی است که روابط کشورمان به تازگی با برخی از کشورهای آفریقایی به دلیل کشف محموله ارسالی اسلحه از مبدأ ایران به تنش افتاده و منجر به قطع روابط با کشورهای گامبیا و سنگال شده است. به دنبال کشف محموله سلاح تسلیحاتی چند ماه پیش در بندر لاگوس، دولت نیجریه اعلام کرد که پرونده آن را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده است. هرچند که مقام‌های کشورمان مسئولیت در قبال محموله تسلیحاتی مهر ماه سال جاری حاوی 13 کانتینر راکت و مواد منفجره کشف شده در نیجریه را رد کرده و هر گونه مسئولیت را متوجه بخش خصوصی دانستند، اما برخی گزارش‌ها به تازگی از ارسال محموله تسلیحاتی دیگری از ایران به افغانستان برای استفاده نیروهای طالبان خبر دادند. مقام‌های آیساف، نیروهای مشترک بین‌المللی همکاری و تامین امنیت، میگویند نیروهای بین‌المللی در افغانستان یک محموله قابل توجه سلاح قاچاق شده از ایران را که میتواند برد راکت‌های طالبان را 2 برابر کند کشف کردند. خبرگزاری BBC گزارش داد که این محموله حاوی 48 عدد راکت 122 میلیمتری با برد 20 کیلومتر است و ماه گذشته در ولایت نیمروز در نزدیکی مرز ایران کشف شده و آیساف مسئولیت قاچاق آن را به سپاه پاسداران نسبت می‌دهد. با وجود آنکه به عقیده کارشناسان و تحلیلگران به دلیل سیاست‌های ماجراجویانه و ضعف آشکار سیاست خارجی دولت مستقر، روابط ایران با بسیاری از کشورهای جهان رو به سردی گراییده و اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه کشورمان باعث بروز مشکلات فراوان اقتصادی برای مردم شده، ولی این رخدادها همواره از سوی مقام‌های ارشد نظام با بی‌اعتنایی روبرو بوده و به نظر می‌رسد ادامه این روش از سوی دولتمردان سبب افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی علیه کشورمان شود و باید منتظر ماند و دید بالاخره حاکمیت برای کاهش این گونه فشارها و حل پرونده هسته‌ای چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.